آدم گدایی میکند، از مردم پول میپرسد. این به جای همین گداگیش رفته به کوه سحری برآمده رود، بعدی بامداد رفته از کوه هیزم جمع کند. یک بند مثلا هیزم جمع کرد، همین یک بند هیزم به پوشش برداشته آورده در بازار فروخت. تا عبید جمع کرد، مثلا تا نماز پیشینه، بعد نماز پیشینه آورد تا عصر فروخت. بعد عصر به پولی همین 2 دانه 3 دانه 4 دانه نان میدهد. همین خیلی نه برادرها؟ یک بند هیزم چند سوم است؟ خیلی پول است. نان میتید، 4 5 دانه نان میتید. من مردم غزه ببینید در عصر 21 سبحان الله چی گرسنگی، چی عذاب چشیده ایستادیان. یعنی که میشد است که اون آدمایی که زال میرن برای خراب شوی، یک هفته نخوره تمام حاجت زال نیو. من بعضی ها من میپرسن درباره جراحت هایی که شکم جراحت میکنن، روغن های شکم گرفته دیگر جا میتین. اون یک زنک در اردن سالهای 2 سال یا 1 سال پیش همین جراحت زنده نبرآمد. این خیلی جراحت ها خطر عظیم دارد و از نگاه شریعت هم درست نیست. این همه وقت اوی روغن آب کردن در کار باشد، راهی درست نشکتی آب کنید آخر، یا مشق جسمانی کنید یا هیچی نخورید. این مردم غزه دیدید استخواناشون شموریده میشد، نخورید همین خیلی میشید. نه یک بند هیزم اگر جمع کرده آورده فروخته به پولش نان خریده به اهل و عائلش رود، این بهتر است از آن که گدایی کند. خواه مردم دیند خواه ندیند، گدایی هم حرام است. فقط در یک صورت ممکن که اگر از یگان کس نپرسد به هلاکت میرسد، در همون حالت ممکن است پرسیدن. یا اینکه اقلا 3 نفر از صالحان دیه محلش گویند که واقعا به سری فلانی یا اون گرسنگی آمده است که گفته شهادت دهند، واقعا گرسنگی آمده است شهادت دهند، برای او پرسیدن اجازت میشه. و الا پرسیدن هم حرام است، گدایی. چون که این آدم آبروی خودش خواه در نزد آدم ها روش ذلیل میگیره، خار میگیره. و من یاری کنید گفته این اسلام نمیخواهد که مسلمان خار و ذلیل شود. بنابراین حضرت عمر را نقل میکنند که یک درویش را دیدند، لباس های جنده و پوسیده و دریده و میاناش خم کرده، عصا گرفته، خودش رنگ دیوانه ها کرده گشته است. گفتن تو مسلمانی؟ گفت آره. گفتم پرید 5 دره زنید. گفتم آبروی مسلمان را ریزم. مسلمان باید عزیز باشد.